سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت 4 سری سورایوال بنگلیچ. امیدوارم این ویدیو لذت ببرید. داخل این قسمت قرار بود که فول دایموند بشیم. خب اما با کمک چی؟ با کمک ایکس ری، مطبق ایکس ری. خب طبق سری قبل همینجا رو کشیده بودیم پایین، باز همین راه ادامه میدیم تا بریم پایین، اما این دفعه همین تو میکشیم داخل، یعنی اینکه میریم داخل دیگه. نمیدونم، آره. خب رو ببینم آهنای قبل رو هنوز در نیاوردم. چند تا چیز درست کنم، حتما با کارم میاد. چی میگن اسمش؟ یادم یکی از چوبا من پرید. این استفاده میکنم این چوب برای چی جمع کردم. خب اینا رو پلنکشون میکنم، پلنکا رو استیک میکنم، استیکا رو پیککس میکنم. همین رو میرم پایین مستقیم قیم و راستی برای اینکه عضو چنل من بشید حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت انگلیسی بذارید، مثلا بنویسید اپل سیب و بعد هم چنل رو منو ساب کنید و آره تموم شد. شما الان خب دوستان، بعد از کلی جمع کردن دایموند حالا وقتشه که بریم وسایل رو بسازیم. برای همین خب اما بودیش کار میکنیم. من موندم زامبی ویلیجر زیر قار چه غلطی میکنه؟ اصلا چرا باید باشه؟ اصلا چرا باید وجود داشته باشه؟ زیر قار دیگه باید چی باید وجود داشته باشی؟ وجود تو چه دلیله؟ خلیله بی خاصیت وای باید با احتیاط حرکت کنم. کلنگ که ندارم، اشکالی نداره، ولی خود دایموند که داری. و اینم از بس. خب اینم از این خب اینکه کلی چیز جمع کردم، دایموند جمع کردم،
آخه عجیبه چرا کورنگم تموم شد دیگه. وای نگو که این اونجور رو هست. ممکنه موقع زیادی اسپان بشن، اما من در هیچ شرایطی توهم نمیزنم چون توهم زدن با توهم زدن فرقی نداره. همینی میکشم بالا دیگه، بیخیال. اصلش هم همین که همیشه باید بکشی بالا، بکشی پایین خراب میشه. خب خونه. اوی رسیدم خونه بالاخره. غذا که هیچی نداره. صبح خدایا شکر. قربانی اول. بیا ببینم. میرم خونمون. کسی هم نمیاد خونتون. خونمونیه. خب اینا رو میذارم اینجا، اینا رو میذارم این تو، اون تو، این تو هر چی توش تو داره رو میذارم که تو دار بشه، تو دارم بشه. خب بالاخره فول دایمن شدیم. فکر میدونم کفشم اضافه ساختم. بعد این همه تلاش بالاخره فول دایمن شدیم. بالاخره فول دایمن شدم. ممنون اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و لایک و ساب حتما یادتون نره.